چه خیلی مقایسه کنیم که یک لباس در تاجیکستان چند پول است و همون لباس در خیتوی چند پول است. سلام علیکم دوستان، برای شما مقایسه نرخ لباس ها را نشان میدهم که در خیتوی همون لباس چند پول است و در تاجیکستان چند پول است. подписаться سوالای که مونده ویدیو را تا آخر تماشا کنید. شما در این ویدیو میفهمید که از خیتوی آدما چند پول لباس میارن و در بلوش چند پول مونده میفروشن. و شما اگر خودتون زکات کنید از خیتوی به شما چند قدر فایده می شود. حاضر در تاجیکستان می داریم اینستاگرام در بسیارتر میپرتویند، میبینیم که نرخ مثال کدام لباس چند پول است و همورا در پروگرام خیتویی میسنجیم که چند پول است. مثال این اینستاگرام میبینیم که همین لباس چند پول است. یعنی نگاه کنید 260 سومون فروخته ایستاده است که شما 2-3 هفته انتظار میشد برای شما زکات میکنن از خیتوی. نرخ 260 سومون. ما حاضر همین را میبینیم که در خیتوی چند پول است. اگر خودتون زکات کنین با شما چند پول فایده می شود. و ایمین همین لباس حاضر در خیتوی میبینیم. نگاه کنید ایمین همین لباس در خیتوی 70 یوان یعنی 69.3 می شود. حاضر با تاجیکی میزنیم که همین 69.3 چند پولی تاجیکی می شود. نگاه کنید 103 سومون 77 درهم یعنی 104 سومونی تاجیکی می شود. اگر همین را خودتان از خیتوی زکات کنین 104 سومون را زکاتش میکنین. باز راههایی داره که شما میتوانید همین را آبتای ممکن که 80-90 سومون را زکات کنید. حاضر همین را ما با کیلو میزنیم چند پول می شود و اگر چند تا بخرید چند پول فایده میبینی نشان میدیم. ویدیو را با دقت تا آخر تماشا کنید. نگاه کنید 260 سومون در تاجیکستان بود. حاضر ما میزنیم 260 سومون. در خیتوی بود 104 سومون. ما مینوس میکنیم از 260 سومون 104 سومون. موند 156 سومون یعنی 156 سومون فایده هست. ما از اینجا حاضر پول کیلوش میبریم. پول کیلو را که برآوردیم تازه فایده با ما چند پول میمونه میگویم. یعنی همین لباس حاضر تقریبا 1 کیلو میآید. ما میزنیم 30 سومون. از 156 سومون 30 سومون باز پول کیلو مینوس میکنیم. می شود 126 سومون. اگر همین را خودتون زکات کنین با شما 126 سومون فایده می شود. و اهمیت این اگر همین لباس همین خیلی لباس مثال شما اگر 10 تا زکات کنین یا 10 بار زکات کنین با شما 1260 سومون از لباس ها فایده می شود. شخصانی که می خواهند مثل همین زکات کرده فروشن یا برای خودشون زکات کنن می توانید با ما نویسید. ما همه نازکیش خاطر نشان میدیم. چون که همین روزا با من می نویسن بسیاری ها خطا میکنن. حتی 500 سومون 1000 سومون زکات کرده هستن زکاتشون آمادگی نیست. یا تا دیگرش نوشته که من پوپشی زکات کردم برای چی بند پوپشیش اومده. بعدا میبینم که همه آدم بند پوپشی زکات کرده است به خاطر که نفهمیده. دیده که 1 یا 2 سومون تاجیکی شده سر از زکاتش از هم من پوپشی زکات کردم. برای همین تا برنامه را خشر و نامخته هیچ وقت زکات نکنید که پول شما همه وقت میسوزد. حتی شما یک کلمه خطا میکنید یک کلمه شما همه پولتون میسوزونه. برای همین خشر و آموخته میتوانید که به حضور چیزی که خواهید میتونید زکات کنید. حتی مالهای با صفت پیش از زکات کردن میتوانید به نرخ ارزان. ویدیو معقول شده باشه подписаться سوالای که مونید که تا به دیگران رود و آنها هم فهمند. ویدیوهای دیگری ما را انتظار شوید.